سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور و صحتمند باشید. مردم را کشت چرک روشتن افتاد. دوستای عزیز، امیدوارم که جور و صحتمند باشید. دوستای عزیز، ما امروز خواستیم که یک ویدیو از مریاباد بگیریم. فعلا از پیش گراج آجکه یا سرای نمک گفتن چوک شهدا شروع کردیم. انشالله که موریم مختلف جاهای مریاباد یا حرمدارو را شمول تصویر نشاندیم و فعلا موریم از کوچه سرای نمک. چون که تخبر خیلی دوستا سرای نمک خاطره در یک زمان سرای نمک هتل بود و یک زمان اینجا صرافیا بود و خیلی خیاطیا بود، بسیار یک جمع و جوشی خاص بود. سرای نمک خودش یک شار بود، خودش یک بیرکل علیده شار بود و فعلا هم که اینی 24 کس اینجا شادیال داشته یا سالون عروسی. وقت اینجا در کلن دکانهای خیاطی بود. از بین نامدار خیاط بود، یک نفر به نام نعیم خیاط میگفت که اینجا بود و این منطقه یک نانبایی بود به نام علیاور. فعلا اینا نانباییات هم از این جمع شده و یک نوع اوصاف مهاجر شده. این سرای نمک خیلی کسا از این خاطره دارن. این سرای نمک به زمان خودش یک علیده شار بود، خودش یک علیده مول بود بخیر و یعنی هم کسا کوچه سرای نمک. همون نامی اصلیش که همون زنفان رو و سر زبان مردم هم سرای نمک حساب میشه. در حساب دولتی سرای نمک ده یا زنفان رو سرای و فعلا سر زبان مردم هم چیه دیگه؟ سرای نمک. این صاحبی استوره که خیلی سابقه داره و یعنی آخرین از کوچک معلوم میشه میبینن منزل صاحبی استوره. داخل از سرای گرچی باز 24 طرف توگرد موریم، 23 طرف رود گلستان جو و یعنی این کسانی سر نفشی صاحبی استور هم کسی خیلی سابقه اینجا و بسیار کامیاب و موفق استور هم هستند. و یعنی رود یا سرک گفتن تو میخوره مربوط توخیرات باشه تا سر از رود مربوط توخیرات میشه و یعنی روبرو که دکان‌ها معلوم میشه به نام فرش پوینت میگه که این اکثریت دکان‌های میستری مکانیکی موتر شوروم هتل دیگه اینجا خصوصا موترهایش بسیار کامیابه از وقت شو و اینجا که موترها هم جرم نه، موتر سودا نه و هر کار اینجا است. و دوستا یعنی رود کسته بلکن هم رود گلستان تاون میگی دبل رود این سرکه و یعنی دیسراز کسته کلانترین استوره به نام علی بابا استور یک سریعت دوستا خبر داره.
واقعیه دستان بودن دیگه کربلا ماره کربلا و ایران شام این دستان نه اومده تازه برای اختار میدان فوتبال کم داره بال برده اما تو تصویر معلوم بشه گودای چی نمیشه مردم همه چامندی از استادیوم به ورد این آنها نمیشه که اصلا استراس از مال تو همین میدان فوتبال بچه ها فوتبال نسوایی ورزش میدن و این که دقیق رسیدیم بین طرف سرخوردان دست راست طرف جیم رایه دست چپ نه دست چپ طرف جیم رایه دست راست انشالله مونگوری این کسا همیشه ساعت کپلای طرفی پایین شد این میدان فوتبال و این میدان فوتبال و این گذار است که انشالله و این درختات اصلا که معلوم باشه تمامش درخت توده چی شاه توده چی دودای ساقه اخبر توده تشکر زیاد دوستا که ویدیوی ما را بیننده بودین تا ویدیوی بعدی را خدا حافظ و ناصر شما امیدوارم که این ویدیو خوش و آماده باشه البته به فرمایش یک از دوستا گفته بود که ما خیلی دیر از مدیاباد دور هستم و ویدیو را به فرمایش همجور دوست خود آماده کنم امیدوارم که دوست ما بینگره و یاد و خاطرش یک ذره تازه شود و خوشحال شود خدا حافظ